بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، با سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های افق برابری در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما جنبش روژاوا و فردای این جنبش است. همانطور که همه می‌دانیم، به جرأت می‌توان گفت که یکی از رخدادهای سیاسی اجتماعی در دنیای ملتهب امروز مبارزه و استقامت مردم در روژاواست که در روزهای اخیر دوباره آماج حملات دولت فاشیستی و اشغالگر ترکیه قرار گرفته است. این حمله است که در تاروبود آن امپریالیسم، ارتجاع و مردسالاری در هم تنیده است. روژاوا به تجربه کم نظیر بدل گشته که صرف نظر از نقدهایی که به خط سیاسی جریان رهبری کننده آن وارد است، اما مردم و مبارزاتشان عملاً به سمبولی برای دفاع از کرامت انسان بدل گشته است و از این روز که شایسته همه گونه حمایتی است. غیر قابل تصور است که در منطقه کوچک مثل روژاوا که از لحاظ ویژگی‌های اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی که از کمترین امکانات برخوردار چگونه به شکل بسیار امیدوار کننده به نمونه مثال زدنی برای جهانیان بدل گشته است. غیر قابل تصور است که انسان‌های آن منطقه چگونه علی‌رغم محدودیت‌ها و حملات ارتجاع چنان خیره کننده توانستند به ندایی برحق و پر امید و پر تلاطم در دنیای به بربری دچار گشته امروز باشند. شوخی نیست مردمی که نه تنها به تحت ستم بودنشان، به تحت سرکوب بودنشان نگفته‌اند، بلکه تمام قد و با سینه‌های برهنه ایستادند و باری را که امپریالیسم و ارتجاع بر شانه دیگران نهاده‌اند به دوش می‌کشند، آنجا که خود را ملزم می‌دانند از زنان داعشی‌ها و فرزندان آنها حمایت کنند و آنان توانسته‌اند اعدام را عملاً در آن سرزمین ریشه‌کن کنند. غیر قابل تصور است که زنان روژاوا و رزمندگیشان، ترقی خواهیشان، پس زدن ارتجاع و لبخندهای پر امیدشان چگونه توانسته است قلب هزاران زن و مرد را در سراسر جهان به لرزه در آورده. برای نظر افکندن به گوشه های جنبش روژاوا از رفیق ناصر زمانی عضو حزب کمونیست ایران دعوت کردیم که در برنامه امروز با ما باشند. رفیق ناصر، خیلی خوش آمدید. با سلام به شما رفیق شیوا و همچنین بینندگان برنامه افق برابری. بله، قبل از اینکه به فاکتورهای اشغال و تجاوزی که ارتش ترکیه علیه روژاوا انجام داده برگردیم، لطفاً آخرین خبرها رو تا اونجایی که شما دنبال کردین و وضعیتی که الان روژاوا داره رو به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان عزیز ما برسونید. بله رفیق شیوا، همون جوری که خودتونم احتمال زیاد بر این امر آگاه هستید که ایده خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه اولین بار در دسامبر پارسال مطرح شد و بنا به همین دلیل بود که نیروهای دموکراتیک سوریه منطقه‌ای رو به وسعت صدها کیلومتر در امتداد مرز بین سوریه و ترکیه حفاری کردند و با ایجاد خندق و تونل خود را برای دفاع در مقابل نیروهای ترکیه آماده کرده تا بتوانند در جلوگیری از این تهاجم تا حدی از کشتار جمعی جلوگیری کنند. با توجه به این مسئله، همانطور که شاهدیم در تاریخ 9 اکتبر حملات ارتش ترکیه به کردستان سوریه آغاز شد. این اقدام تا حدودی قابل پیش بینی بود و این حملات در واقع طبق توافقی از قبل بین اردوغان و ترامپ انجام شد و دیدیم به محض عقب نشینی ارتش آمریکا از خطوط مرزی ما بین کشورهای سوریه و ترکیه، شرایط تهاجم ارتش ترکیه به راحتی فراهم شد که تا این لحظه که ما با همدیگه صحبت می‌کنیم به قیمت کشتار هزاران انسان بیگناه منجر شده. به عبارتی این جنایت و ژنوساید کردن مردمان بیگناه کردستان سوریه با توافق دولت آمریکا
و ترکیه و تلویحاً مماشات دولت‌های اروپایی و متعاقب آن مدعیان دروغین دموکراسی خواهی و مدافعان حقوق بشر انجام میگیره که به یک معنا میتوان گفت طبل رسوایی و ماهیت دروغین دموکراسی خواهی غربی را به صدا درآورده و همچنین میبینیم دیگر قدرت‌ها از جمله روسیه، ایران و دیگر دولت‌های دخیل در حمایت از کشور سوریه دقیقاً منافع درازمدت اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و برای تحلیل بیشتری این جنگ‌ها به طور مشخص در خاورمیانه و در حال حاضر در روژاوا باید به عمق ریشه این جنگ‌ها که همان منافع اقتصادی و اقتصاد سیاسی پرداخت. من تلاش میکنم که خیلی مختصر به این قضیه بپردازم. ببینید جنگ بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در واقع ربطی به هیچ کدام از مؤلفه‌های انسانی از قبیل زندگی بهتر، آسایش و امنیت نداره. در واقع این جنگ چالش میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی و منطقه‌ای برای سهم‌خواهی بیشتر بر سر منابع زیرزمینی خاورمیانه و میزان نفوذشان بر کشورهای خاورمیانه هستش. این مسئله را هم نباید در واقع فراموش نمود. جنگ جهانی شکل دیگری به خود گرفته و در حالتی نیابتی و از طریق قدرت‌های منطقه‌ای پیش برده میشه. به عبارتی ورود قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه در کنار قدرت‌های جهانی همه برای سهم‌خواهی به میدان جنگ آمدند. کما اینکه دیدیم با حمایت دولت ترکیه به گروه تروریستی داعش در حمله به کوبانی در چند سال پیش، اضافه شدن قطب جدید صادرکننده نفت توسط یکی از مخوفترین و جنایتکارترین گروه‌های تروریستی اسلامی از جمله داعش از طریق دولت ترکیه، یکی از اعضای پیمان ناتو، کمک‌های مالی کشورهای عربستان سعودی و قطر و شخصیت‌های سیاسی عجین شده در ساختارهای قدرت‌های دولتی منطقه‌ای و محلی به این معنا تعدادی از مسئولین حتی دولت اقلیم کردستان عراق را متوجه این مسئله کرد که برای سهم‌خواهی بیشتر بارها مورد افشا قرار گرفت و نشان داد سیاست و رویکرد تعاملگرایانه قدرت‌های سرمایه‌داری در دو بعد هم جهانی و هم منطقه‌ای در برابر گرایشات تندرو اسلامی و چشمان جامعه جهانی عملاً سیاست مماشات گرانه‌ای را اتخاذ نمودند. به این معنا که دیدیم که با وجود مدرن‌ترین تکنولوژی‌های نظامی ماهواره‌ای، ارتش آمریکا، ناتو و ده‌ها کشورهای صنعتی قدرتمند جهانی کاملا این قدرت‌های جهانی از صدور نفت و کمک به داعش توسط ترکیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. به این معنا هنگامی که ما در مورد عملی کردن سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی نیولیبرالیسم صحبت میشه، باید این مسئله رو نیز مد نظر داشت که متد و سیاست در بستر یک ساختار زیربنایی که همان اقتصاد سیاسی است شکل میگیره و در این چارچوب سیاست‌های روبنایی خود را کما اینکه می‌بینید در شعارهای کاملا دروغین از جمله ایجاد دموکراسی، مبارزه علیه تروریسم، نهایتاً امنیت و آسایش شهروندی رخ میده که کاملا آگاهانه و در یک ساختار نظاممند عمل میکنه. به این معنا که جنگ در ذات خود نظام‌های طبقاتی هستش، بر همین مبنا هست و با همین اعتبار تنها از یک زاویه نقد سیاسی میتوان تمام و کمال این چالش‌های منطقه و جنگ‌های منطقه‌ای را به صورت توضیح داد. از طرف دیگر می‌دانیم که این مؤلفه‌ها از جمله جنگ برای رسیدن به دموکراسی، این شعارهایی هستش که امروز معمولاً در جامعه جهانی و همچنین در خاورمیانه خیلی مطرحه. مثلا جنگ برای رسیدن به دموکراسی، انهدام تسلیحات کشتار جمعی، مبارزه علیه تروریسم، ایجاد ثبات و امنیت در جهان، بخصوص شعار آن در خاورمیانه از طرف قدرت‌های سرمایه‌داری از جمله آمریکا و شرکا در منطقه، به یک معنی میتوان گفت کلید تجاوزی است برای توجیه هر جنایتی در جهت شکلگیری و تحکیم ساختارهای اقتصاد سیاسی و الگوهای مهندسی شده
در راستای منافع زیربنایی سرمایه‌دارانه هستش. به عبارتی استمرار این دست از سیاست‌ها برای غالب کردن هژمونی اقتصادی سیاسی برای بقای بیشتر سرمایه‌داری جهانی است که میتوان گفت دقیقاً حمله ارتش ترکیه به روجاوا یا کردستان سوریه بر متن همچین شرایطی قابل توضیح است. به عبارت دیگر میتوان گفت حتی اگر سیاست‌های نئولیبرالیستی در ساختار و محتوای نظری به دموکراسی روی خوش نشان میده، در حیطه عمل و برای تداوم خود و برای در واقع برای حل تناقضات درونی خود به دموکراسی پایبند استش، اما با این شرط آن دموکراسی از جنبه اقتصادی و سیاسی قبلا از فیلتر و ظرفیت‌های خود سیستم سرمایه‌داری در چارچوب و استراتژی مورد نظر خود سیاست‌های نیولیبرالیستی امتحان خود رو از سر گذرانده باشه. به یک معنی و در بهترین حالت آن از نظر ذهنی و عملی باید در باستولید، یعنی این سیستم دموکراسی باید در باستولید سیاست‌های سرمایه‌داری نقش عملی خود در جامعه و قدرت سیاسی بازی بکنه. و نهایتاً با توجه به این توضیحاتی که من دادم میخوام دقیقاً این نتیجه رو بگیرم که بگویم دموکراسی خواهی و خودمدیریتی که در چند سال اخیر در روجاوا اتفاق افتاده به جامعه جهانی و افکار عمومی نشان داده که این سازماندهی خودمدیریتی در کردستان سوریه در روابط میان بانان مثال کردها، عربها، ارمنیها و آسوریها مبتنی بر برابری جنسیتی، دموکراسی مستقیم، به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی و مذهبی بسیار دموکراتیک بوده و در عمل واقعا موفق عمل نموده و دقیقاً این موفقیت با توجه به توضیحاتی که دادم در رابطه با سیستم دموکراسی که سرمایه‌داری به اون نگاه میکنه، دقیقاً این موفقیت با هیچ کدام از سیاست‌های قدرت جهانی و منطقه‌ای در خاورمیانه همخوان نیستش و دقیقاً بر همین مبنا استش که این قدرت‌های دولتی که سیستماتیک و در راستای منافع اقتصادی سیاسی همچین پدیده‌ای به نام انقلاب روجاوا یا تغییر تحولاتی که روجاوا به صورت گرفته رو بر نمیتابند و میتوان گفت حمله ارتش فاشیست ترکیه و همچنین حملات چند ساله اجازه بدید ما برمیگردیم به این قسمت از صحبت‌هایی که شما الان می‌خواید انجام بدین، برای اینکه در ادامه سوال بعدی من اتفاقاً به انگیزه‌های ارتش ترکیه است که چرا به روجاوا حمله کرده. ولی اگه بخوام برگردم به صحبت‌هایی که قبل شما گفتید، در واقع واقعیت‌ها این رو نشون میده که اگه بخوام اقتصاد سیاسی رو مبنا قرار بدیم که بخوام اثبات اون رو واقعاً به بقیه نشون بدیم و برای خودمونم بیشتر مسجل بشه، اینه که بیشتر از 100 سال پیش ماهیت این جنگ‌ها توسط لنین فرموله شد. اونجا که سرمایه‌داری انحصاری دولتی توی کشورهای مترو قلب شکل گرفت و اینها به صورت صدور سرمایه و صدور کالا به کشورهای به اصطلاح پیرامونی شروع کردن، دست درازی کردن و سیاست‌های خودشون رو در اونجا به هر حال آغاز کردند. واقعیتش اینه که از لحاظ علم اقتصاد این 100 سال قبل از این توسط لنین فرموله شده، ولی اینکه چرا متاسفانه دنیای امروز با چنین چالش‌هایی هنوز روبرو هست بحث دیگریه. برگردیم به حرف‌های شما که گفتین واقعاً انگیزه‌های روجاوا، انگیزه‌هایی که به اصطلاح ارتش فاشیستی و اشغالگر ترکیه برای حمله به روجاوا در واقع چی هست؟ خیلی ادعا می‌کنن که این یک جنگه، ولی در واقع اینجا میشه به ماهیت یک ادبیات قائم اشاره کرد که در واقع اینجا یک جنگی رخ نمیده، بلکه این یک نسل کشی هست که به قول شما یکی از اعضای ارتش ناتو که واقعا غیر خودشون چیزی رو ندارن. دکتر ناصر بیشتر در مورد اینکه این انگیزه های ترکیه چی هست که به روجاوا حمله کرده برای ما بگید. حملات ارتش ترکیه به روجاوا در واقع هم به چالش‌ها و فاکتورهای سیاسی داخلی کشور ترکیه
و حزب عدالت و توسعه که اردوغان در رأس آن است برمیگرده و همچنین به شکست سیاست‌های دولت اردوغان در سطح جهانی و بخصوص منطقه‌ای و نوستالژی امپراتوری عثمانی. در این فرصت کوتاه فقط به چند فاکتور میتونم اشاره کنم. در طی 10 سال گذشته چیزایی که اتفاق افتاده، از جمله میدانیم در سال 2015 میلادی در جریان انتخابات عمومی آن سال زنگ خطری برای اردوغان به صدا درآمد. به عبارتی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد و برای تشکیل حکومت نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب شد. همزمان دیدیم نتایج انتخابات و میزان بالایی از رای دهندگان به حزب دموکراتیک خلقای ترکیه در رأس این حزب صلاح الدین دمیرتاش برای سهیم شدن در قدرت سیاسی در آن کشور برخلاف انتظار آقای اردوغان و حزبش، حزب عدالت و توسعه آک پارتی، عملا دیدیم اردوغان به دلیل ناراضی بودن از نتایج انتخابات برای به حاشیه راندن افکار عمومی و این شکست در این امر مهم با اعلام جنگ علیه حزب کارگران کردستان PKK و همزمان با تحریک کردن احساسات ناسیونالیستی و شوینیستی حول اهداف ملیگرایی در ترکیه و به حاشیه راندن چالش‌های موجود در حزبش، عملا دیدیم نتوانست خواست و اهداف سیاسی نظامی اردوغان و دولتش از جمله نوستالژی امپراتوری عثمانی را جامعه عمل بپوشانه. در این چند سال اخیر دیدیم دولت اردوغان با رکود اقتصادی و تورم روبرو شده و همزمان حزب حاکم در ترکیه عملا نفوذش در شهرهای بزرگ کاهش پیدا کرد و در انتخابات برگزار شده محلی شهرداری ها که امسال انجام گرفت، عملا حزب حاکم ترکیه در این انتخابات بخصوص در چند تا از شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنکارا، استانبول که به یک معنی از نظر اقتصادی نقش محوری و مؤثری در اقتصاد ترکیه بازی میکنند را از دست داد. همزمان دیدیم در مناطق کردنشین در اعتراض به تمام نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و ناموفق بودن سیاست‌های دولت ترکیه بخصوص در مناطق کردنشین و با وجود ستم ملی و چالش‌های چندین ساله بین ترکیه و کردها در سطح بسیار گسترده‌ای و قابل چشمگیری رای دهندگان مناطق کردنشین با دادن رأی نه به نمایندگان حزب عدالت و توسعه آک پارتی سیاست‌های فاشیستی دولت ترکیه اعتراضات خودشون رو در سطح گسترده‌ای نشان دادن. از طرف دیگه یکی از فاکتورهای دیگه در جریان خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی که موسوم به بهار عربی شد، علی‌رغم اینکه دولت اردوغان تمام تلاش را کرد که نشان دهد الگوی کشور ترکیه میتواند به عنوان بهترین آلترناتیو در کشورهای عربی برای تشکیل دولت‌های جدید با الگوبرداری از ترکیه نقش مؤثری داشته باشه، اما دیدیم عملکرد ترکیه در حمایتش از گروه‌های تندرو اسلامی از جمله داعش در جریان حملات مرگبار به کردستان سوریه به طور مشخص کوبانی و همزمان نقش حیات خلوت کشور ترکیه برای امکانات لوجستیکی و مالی داعش عملا نشان داد نه تنها این سیاست‌های اردوغان نه تنها یک عوام فریبی مطلق هستش، بلکه خود ترکیه در دولت ترکیه در رأس آن اردوغان و سیاست‌های دروغینش و سیاست‌های دروغین نیمبند دموکراسی حاکم در آن کشور در تشدید جنایت و کشتار مردم بی‌دفاع نقش مستقیم داره و علی‌رغم مخالفتش با کشور سوریه و شخص بشار اسد در مقاطع اولیه ناآرامی‌ها و اعتراضات مردم سوریه در سوریه در واقع نتوانست اردوغان نقش و سیاست خود را در سوریه به پیش ببره و عملاً این سیاست اردوغان هم شکست خورد در سوریه. یکی از فاکتورهای مهمی که به نظر من دولت ترکیه آشکارا آن را بیان نموده است این است که در واقع وجود خودمدیریتی کردستان سوریه یا همون روژاوا را یک تهدید میدانه برای دولت ترکیه و همچنین میدانیم با شعار
دفاع از امنیت خاک کشور ترکیه، شخص اردوغان برای تصرف کردستان سوریه از هیچ حربه‌ای دریغ نکرده و آشکارا برای تصرف آن در طی این چند سال به حیله‌های مختلف مناطق کردنشین رو مورد حمله قرار داده است که دیدیم بعد از که قرار داد و در راستای تغییر و این حملات ترکیه در واقع در راستای تغییر بافت جمعیتی کردها در این منطقه به پیش میره. بعد از تصرف این مناطق در عفرین، جنایت جنگی توسط ارتش ترکیه بارها به انجام رسید. علیرغم ادعای دروغین اردوغان برای حفظ امنیت مرزها کشور ترکیه در توجیه حملات خود به کردستان سوریه، نه تنها هیچ خطری در این چند سال از طرف روژاوا و نیروهای دموکراتی که سوریه به کشور ترکیه را تهدید نکرده، بلکه عملا عملکرد خود کشور ترکیه در این منطقه ناامنی‌های جدی رو به وجود آورده و هدف از این حملات و کشتار مردم بیگناه ورود به عمق 32 کیلومتری خاک سوریه در این واقعا در راستای تغییر دادن دموگرافی این منطقه و پاکسازی قومی هستش تا از این طریق توازن قوای سیاسی و خودمدیریت مردم این منطقه رو به نفع خود در سطح کلان به ضرر کردها به انجام برسانه و متعاقب آن کوچ اجباری به کردهای سوری رو وادار به کوچ اجباری به اقلیم کردستان عراق و بقیه نقاط دیگه تعمیل کنه. در نهایت میخوام اینو بگم که مهمترین نگرانی دولت ترکیه و شخص اردوغان از آسایش و امنیتی بود که در کردستان سوریه در دل کانتون‌ها ایجاد شده بود، به این معنا که در این کانتون‌ها حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن ملیت، زبان به جامعه عمل درآمده بود و این دقیقاً تأثیرات مثبتش در حاکمیت سیاسی برای الگوبرداری آن در کردستان ترکیه و اقدامات مشابه در این زمینه از طرف کردهای ترکیه با بیشترین جمعیت میلیونی کرد از بقیه بخش‌های دیگر کردستان، اردوغان و دولتش را واداشت برای مقابله با این تهدیدات و سرکوب مبارزات مردم کردستان داخل ترکیه این اقدام برای الگوبرداری توسط کردهای ترکیه در این کشور از در نطفه خفه کنه. اما برخلاف تصور اردوغان دیدیم که نه تنها در این زمینه هم اردوغان شکست خورد، بلکه این بار مردمان مبارز و افکار عمومی در سطح جهان این اقدام جنایتکارانه دولت اردوغان را نه تنها محکوم کردن، بلکه خواهان دادگاهی این دولت در دست داشتن در پاکسازی‌های قومی، ژنوساید و در آخرین اخباری که در رسانه‌ها انتشار پیدا کرده بمباران‌های فسقی بودی که در کردستان سوریه به وقوع پیوسته. بله، به طور خلاصه واقعیت اینه که میشه گفت که روژاوا نقطه مرکزی است. یک طرف انسان‌های مترقی، آزادیخواه، کسانی که علیه ستم زن هستن قرار داره و طرف دیگر این نقطه سکسیست ها، امپریالیسم و کسایی قرار دارن که به هر حال به قول شما انقدر از تجربه روژاوا میترسن که با تمام وجود و به شکل‌های گوناگون نقشه حمله به روژاوا رو با دستان ترکیه در واقع به پیش بردن. این مسئله برای خیلی از مردم در سراسر دنیا یک واقعیتیه، یک حقیقتیه که متاسفانه با واقعیت هم انطباق داره. اگرچه سرکوب اون مردم خیلی گسترده بوده، خیلی شدید بوده، ولی مردم در سراسر دنیا میبینیم در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر با حضور میلیونی خودشون را شاهد هستیم چگونه به خیابان اومدن و چگونه حمایت خودشون رو از این مردم ابراز کردن و چگونه مشروعیت سرمایه‌داری رو زیر سوال بردن، مشروعیت امپریالیسم رو زیر سوال بردن، برای اینکه واقعا این تجربه مردمی ستودنی به بدلی برای دیگر کشورهای تحت ستم و تحت سلطه نه تنها خاورمیانه، برای کشورهایی هم که توی اروپا هست بدل نشه. برای اینکه شما میدونید همین الان هم ناآرامی هایی در اسپانیا، در ایالت های که داعیه به اصطلاح خودگردانی دارن در جریان هست و میشه به راحتی گفت که دلایل این هجومی که ترکیه به روژاوا کرد چه بود؟
رفیق ناصر، به نظر شما نقش زنان در مبارزات اخیر رو چگونه ارزیابی میکنید؟ مبارزه روژاوا در واقع مبارزه زنان هست علالعموم برای مردم دنیا. شما این مبارزه رو چگونه ارزیابی میکنید و ویژگی ها و مؤلفه های این مبارزه چیه؟ از زاویه ما کمونیست ها وقتی به تغییر تحولات سیاسی اقتصادی موجود در جامعه نگاه میکنیم، قطعا برای ما نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه از اهمیت قابل چشمگیری برخوردار هستش. بر همین مبنا و از این جهت میتوان گفت در تغییر تحولی که یا وضعیت و جایگاه سیاسی اقتصادی زنان میتواند به معنای میزان قضاوت و سنجش یک تحول اساسی در راستای آگاهی طبقاتی و جایگاه اجتماعی برای ما نشان بده. عملا در دل مبارزات زنان در روژاوا میبینیم که یک فاکتور تعیین کننده بوده و هست که در سطح جهانی به عنوان فاکتوری مهم همه به آن اذعان دارند و آن هم سطحی قابل ملاحظه و چشمگیری از مشارکت زنان در مدیریت جامعه روژاوا در دل جامعه سنتی در خاورمیانه رشد کرده که نیروهای واپسگرا و مرتجع مذهبی تندرو را به عقب رانده عملاً. به جرأت میتوان گفت که جنبش روژاوا و نقش مؤثر زنان در این جنبش دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای رو ایجاد نموده. زنان در روژاوا به طور واقعی و عملاً و به شیوه عملی نه صرفاً به شیوه شعاری در قدرت سیاسی سهیم هستند که گاهن از مردان بیشتر در قدرت سیاسی سهم دارند، به طوری که ما به کاملا یا به شیوه کامل و واقعی میبینیم مسائلی مانند چند همسری، خشونت علیه زنان، ازدواج‌های اجباری، ازدواج در سنین پایین و حتی حکم اعدام کلاً غیرقانونی و لغو شده و این قوانین انسانی توسط خود مدیریتی کانتون‌ها که خود زنان در آن نقش مستقیمی دارند به اجرا در میاد. دقیقاً بر همین مبنا هستش مقاومت زنان در کنار مردان در کردستان سوریه روژاوا توجهات جامعه جهانی را به خود جلب کرده و حضور زنان مبارز در برابر نیروهای مرتجع مذهبی از جمله داعش به عنوان یک اقدام سیاسی در برابر ارتجاع فاشیستی که میخواست در واقع در خاورمیانه زنان را به بردگان جنسی تبدیل کنه، زنان روژاوا را به سمبل مبارزه در برابر مرتجعین تبدیل نمود. از طرف دیگه میتوان اذعان داشت با توجه به این که کم نبودند دختران و زنانی که عمدتاً تا پیش از جنبش مترقی در روژاوا شناختی از حقوق اولیه خود به عنوان زن نداشتند و در شرایط زندگی مردسالارانه تحت صدم مردان خانواده، جامعه و قوانین مردسالاری بودند، امروز با وجود این دگرگونی‌ها در جنبش در جامعه و نقش مبارزات زنان در روژاوا توانستند نه تنها بر حقوق خود آگاهی پیدا کنند بلکه در سرنوشت خود و در مدیریت و قدرت سیاسی شانه به شانه مردان مشارکت مستقیم دارند و این نشان از بلوغ سیاسی و یک دگرگونی اساسی در کانتون‌های روژاوا می باشد. علی رغم این که می‌دانیم ترکیب جامعه کردستان سوریه سالها از یک فرهنگ عشایری برخوردار بوده، اما تغییرات قوانین اجتماعی و حقوق زنان با توجه به تمام بافت‌های سنتیش توانسته با عملی کردن قوانین جدید و انسانی در طی این چند سال اخیر اعتماد به نفس زنان را در دفاع از حقوق خود بالا ببره و بستری را برای رشد بیشتر در دل جامعه به وجود بیاوره. از طرف دیگر در راستای حفظ این دستاوردها و عمق بخشیدن به آنها باید گفت در حالی که فضای سیاسی و اجتماعی چه در روژاوا یا دیگر مناطق خاورمیانه برای اعتراض و مبارزه روزمره مهیا می باشه، بایستی جریانات پیشرو رادیکال از چنین ظرفیتی با چنین پتانسیل بالایی یک مقاومت توده‌ای بهره گرفته و نگاه کل جنبش‌های رادیکال و افکار عمومی رو نسبت به این مسئله مهم برای مبارزه و اعتراض همگی در روژاوا جلب نمایند و اگر ما خواهان تغییر بنیادی و مناسبات
بنیادین و مناسبات حاکم بر جامعه هستیم، اگر ما مخالف تکرار اعمال ضد زن و دیگر اعمال سنت‌های مرتجعانه هستیم، باید گام‌های جدی‌تر و عملی‌تری رو برای مقابله با چنین پدیده قوم وسطایی در خاورمیانه برداریم و در این صورت است که نقش تاریخی خود را به عنوان انسان برمیگردم به این بخش از وظایفی که کسانی که خود را مترقی و کمونیست میدونن چه وظایفی رو پیش روی خودشون میذارن. ولی دوست دارم اینجا اشاره بکنم به این که به هر حال موضع کسایی که کمونیست هستن در رابطه با مسئله زنان فقط این نیست که به این دلیل که زنان نیمی از جامعه جهانی هستن، به این دلیل هست که همونطور که کارل مارکس اونجا که توضیح میده در رابطه با نقش نیروهای تولیدی، یک وجهی از تولید رو تولید نیروی اجتماعی میدونه که توسط زنان انجام میشه. این مسئله‌ای هست که واقعا غیر از کمونیست ها به عنوان کسایی که اقتصاد سیاسی رو مبنای مسائل میدونن کسی نمیتونه در واقع توضیح بده و به همین اساس کسی هم نمیتونه مسئولیتش رو قبول بکنه. در واقع اگر هم صحبتی ازش بکنه لاف بی‌معنیه که به صورت عملی در تقسیم قدرت و در به اصطلاح به صاحب بودن نیروهای تولیدی نمیتونه این رو به پیش ببره. یعنی زنها اگر از لحاظ سیاسی وقتی در یک جامعه میان جلو، اگر از لحاظ اقتصادی هم یک نیروی پشتش نباشه که این آزادی سیاسی رو بتونه تضمین بکنه، عملا همونطوری که تا الان در سراسر دنیا ما این رو دیدیم به سپاهی لشکر و نیروی اضافی جریان‌های مختلف تبدیل میشه. من اگه لازم باشه من می‌خواستم در همین رابطه اشاره کوتاهی بکنم، چون از نگاه دیگه باید گفته که این به اصطلاح اون چیزی که میتونه این جریان جنبش زن در روزها رو تهدید کنه یا ما کمونیست‌ها چه جور نگاه میکنیم و چه نگاهی به این داریم، من میخواستم اگه باشه در این زمینه در وظایف اگر میتونید در وظایفی که از نگاه دیگه وقتی ما به همین مسئله نگاه میکنیم، این شکل از مدیریت زنان در قدرت سیاسی در روزها این پیام رو به ما میده که تشکلیابی زنانی که از الزامات مهمی هستش که باید در این باره جدی عمل کرد، به این معنی که برای پیشبرد این امر مهم باید از لایه‌های پایینی جامعه برای حفظ و تداوم آن سود برد. باید توجه کامل داشت که تنها صرفاً تغییر قوانین در راستای منافع حقوق زنان نمیتونه مؤثر واقع بشه. همگام باید متوجه این مسئله باشیم که گذار از یک جامعه مرسالار و خاتمه دادن به ستم جنسیتی تنها از راه مبارزه مسلحانه نمیگذره، بلکه باید متوجه باشیم در دراز مدت و شرایط غیر جنگی در جامعه روژاوا این دستاورد رو حفظ کرد. به عبارت این جنبش را به محتوای قومیتگرایی تنزل ندهیم و بلکه از یک زاویه طبقاتی و نقد ریشه های ستم به زنان را در جامعه به بحث روز و جامعه تبدیل کنیم. به باور من با حضور عملی به عنوان یکی از عرصه‌های مبارزاتی همچون در روژاوا است که میتوان آلترناتیو سوسیالیستی رو بیش از پیش برجسته کرد و افکار عمومی رو به سمت چنین بدیلی معطوف نمود. اگر کمونیست‌ها می‌خواهند تاریخ ساز باشند، نقش مهمی در سیر رخدادهای پیشرو داشته باشند، این ممکنات فرصت‌هایی هستش که بایستی از آن بهره بگیرند. سکوت و عدم اعتراض، دخالت نکردن به موقع و کوتاه آمدن و سازش نسبت به چنین مسئله حساسی از جانب جنبش‌های پیشرو و جریانات رادیکال ما را محکوم به تکرار بازتولید ستم جنسی خواهد کرد و در آخر نهایت میخوام بگم بایستی خیابان‌ها را به عرصه‌ای برای مبارزه و اعتراض در دفاع از دستاوردهای روژاوا در رأس آنان زنان روژاوا تبدیل کرد و از این زاویه میتوان اذعان داشت که نهایتاً ضمانت هر دستاوردی برای این جنبش رادیکال و پیشرو در دل مبارزات روژاوا در واقع در پیوندی و پشتیبانی متقابلی است که این جنبش‌ها با سایر جنبش‌های اجتماعی و مهمتر از همه جنبش کارگری پیدا میکنه. به این اعتبار میتوان گفت که تنها راه مبارزه قطعی برای رهایی زنان از ستم جنسیتی و حفظ دستاوردهایشان در دراز مدت
این خیلی مهمه. در دراز مدت به طور مشخص و مصداقی در روجاوا در گره به زیر کشیدن تمام مناسبات سرمایه‌داری و لغو مالکیت خصوصی است که میتوان در دراز مدت این دستاوردها رو تضمین نمود. ممنون رفیق ناصر از توضیحاتی که دادین. به قول برتولت برشت کسایی که در مقابل فاشیسم از همدیگه دفاع نمی‌کنن ناچار در زندان‌های دولت فاشیستی همدیگه رو ملاقات می‌کنن. اگر مردم سراسر دنیا و مردمی که به هر حال ملیت‌های مختلفی که چه در ایران، چه در ترکیه، چه در سوریه و در هر جای دنیا نتونن در مقابل هجوم فاشیسم بیستن و نتونن به خیابان بیان و نتونن ابراز وجود بکنن، به هر حال به نوعی اونها هم زیر ضرب خواهند رفت. همین مسئله که شما اشاره کردید به این که وظایف ما کمونیست ها اینه که هم بسته بکنیم هرچه بیشتر جنبش های اجتماعی رو، واقعا باید این رو تسری داد. کسایی که در درون جامعه ایران کمونیست هستن و از نزدیک ارتباط دارن و ما که در خارج از کشور هستیم و به نوعی به انترناسیونال بین الملل تعلق داریم، باید روی این پای بکوبیم که اگر روجاوا در کردستان سوریه مورد تهاجم یکی از اعضای ناتو قرار میگیره، به همین مسئله ربط داره که آنچه در هفت تپه اتفاق میفته. این در یک سیستم اقتصادی واحدی هست. ما سیستم اقتصادی جدایی نداریم در این دنیا که اینها از یکدیگر بشه تفکیک کرد. بنابراین مردمی که در شهرهای کردنشین که واقعا خوش درخشیدن در چند روز اخیر و هفته های اخیر واقعا به خیابان آمدند، این رو باید تسری بدن که به همون اندازه که روجاوا مهمه، به همون اندازه وضعیت کارگران و فعالین سیاسی و کسایی که الان در زندانهای جمهوری اسلامی هستن به همون اندازه و هم مهمه و اینها جدا از هم نیستن و این رو باید در یک تعریف مشخصی که واقعیت عینی داره برای مردم توضیح بدن و اونها بخوان که در خیابانها آلترناتیو خودشون رو به نمایش بذارن. من از شما ممنونم رفیق ناصر زمانی که قبول زحمت کردین. سوال مشخصی ندارم، اگر فکر میکنید نکته از قلم افتاده خواهش میکنم بفرمایید. من میخواستم نمیدونم چقدر وقت دارم. شما چند دقیقه کوتاه وقت دارید، بفرمایید خواهش میکنم. من بخواستم در رابطه با این دو تا از بسته رویکردها و تحلیل‌هایی که در این مدت شکل گرفت صحبت کنم و همینطور که میدونیم متاسفانه عذاب ناسیونالیسم و بعضی از شخصیت‌های سیاسی این توافقنامه‌ای که در توافقنامه بین نیروهای دموکراتیک روجاوا و دولت بشار اسد شکل گرفت رو یک خیانت برشمردن و آن را با تصرف کرکوک و توسط دولت عراق مقایسه کردند. به باور من این تحلیل نه تنها اشتباه استش بلکه اصلا پا بر عرض واقع نداره. پاشناشین این تحلیل در استراتژیش دارد قوم پرستی و تشدید جنگ‌های اتنیکی رو در منطقه باز تعریف میکنه. از طرف دیگر کسانی که شعار حفظ تمامیت ارضی کشور سوریه رو مهم دانسته لیبرالایی هستند که اصلا به ستم ملی باور ندارند و حق تعیین سرنوشت برای مردم آن منطقه رو به رسمیت نمیشناسند. کسانی تمامیت خواه با عرق ملی و شوینیستی که خواهان بازتولید انواع استتم‌ها و مناسبت‌های سرمایه‌داری در منطقه هستند. با توجه به این که می‌دانیم در متن این اوضاع احوال در جنگ در روجاوا توازن قوا به نفع جنبش مقاومت روجاوا نیست و از یک طرف جنگ ارتش دادن در مسلح ترکیه با پیشرفته ترین سلاح‌های جهانی به عنوان دومین ارتش ناتو قرار دارد. با این اعتبار عملا می‌بینیم چاره‌ای جز سازش‌های مقطعی علیرغم میل جنبش روجاوا و نیروهای دموکراتیکش به امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده. این امر مهم در واقع بین بد و بدتر گزینه‌ای رو برای مبارزین در روجاوا به جا نگذاشته است. به این معنی که به یک امر تحمیل شده بر جنبش روجاوا تبدیل گردیده.
به باور من همکاری و توافق یگانهای مدافع خط در روژاوا یک ضرورت تاریخی برای جلوگیری از ژنوساید مردم بی‌دفاع توسط ارتش ترکیه صورت گرفته. انسانهای آزادیخواه برابری طلب در سطح جهان باید در مقابل این تعرض ایستادگی کنند و قویاً جنایت دولت ترکیه را محکوم کنند و متعاقب آن باید کمونیست‌ها در این چارچوب این مسئله رو مورد کنکاش قرار بدن. با همین اعتبار باید گفت تجربه چندین ساله و جنبندی تاکتیک‌های اتخاذ شده از طرف احزاب سیاسی کرد نه تنها در روژاوا بلکه در دیگر بخش‌های کردستان به ما نشان داده است که همسویی و اتکا کردن به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در اتخاذ استراتژی در واقع در راستای منافع توده‌های زحمتکش به نفع مبارزات مردم نیست. به عبارتی در واقع این قدرت‌های دولتی و سیستم‌های اقتصادی سیاسی حاکمه و نیروهای ارتجاعی زینف هستند. و نهایتا میخوام بگم به باور من ما کمونیست‌ها علیرغم هر اختلاف استراتژی و نگاه من از زاویه طبقاتی که با رهبری جنبش روژاوا داشته باشیم بدون اما اگر باید از تمام دستاوردهای جنبش روژاوا قاطعانه دفاع کنیم با توجه به اینکه مقاومت مردم کردستان سوریه زیر آتشباران سلاح‌های سنگین دشمن برای دفاع از دستاوردهای مبارزاتی خود ادامه داره. در این شرایط حمایت از جنبش مقاومت مردم سوریه نه تنها یک وظیفه انسانی و انقلابی است بلکه برای ما کمونیست‌ها یک ضرورت سیاسی و تاریخی است. بله، واقعیتش اینه که دفاع از روژاوا مردم و مبارزاتشون یک ضرورت عاجل یک هر انسان است که در سراسر دنیا خودش رو به مثابه یک انسان تعریف میکنه. خیلی ممنون از شما رفیق ناصر که مهمان برنامه افق برابری بودید. بینندگان عزیز تا برنامه دیگر شاد و پاینده باشید.